درود بر شما. برنامه جامعه مدنی امشب با آقای عیسی سحرخیز، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران. این هفته محدودیت‌های قانونی و عملی در برابر تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مهر 76 تشکیل میشه. هفته پیش با آقای عیسی سحرخیز، عضو این انجمن و عضو هیئت مؤسسان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به چگونگی تأسیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پرداختیم و به آسیب‌هایی که روزنامه‌نگار بی تشکل صنفی رو تهدید می‌کنند. قانون درباره تشکل‌های صنفی چنان مبهمه و به همین دلیل چنان عامل محدودیتی میتونه باشه که اگه قرار بود بدون رفع نقایصش بهش عمل بشه، هیچ تشکلی جز انجمن‌های اسلامی که موجودم هست در هیچ صنفی به وجود نمی اومد. قانون چی میگه؟ ثبت دو تشکل همگن، انجمن صنفی یا کانون، در یک حرفه یا صنعت در حوزه فعالیت جغرافیایی مشترک مجاز نیست. یعنی چی؟ یعنی یک تشکل میتونه وجود داشته باشه در هر صنف. نمیاد بگه تشکل‌های هم اسم در یک حرفه یا صنعت نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی مثلا دو تا کانون نویسندگان ایران نمیتونه وجود داشته باشه. باید اسم دیگه‌ای داشته باشه و خب طبیعتاً محتواش هم چیز دیگه‌ای میشه. دو تا کانون نویسندگان ایران با همین اسم نمیتونه وجود داشته باشه. اینو نمیاد بگه. میاد میگه ثبت دو تشکل همگن مجاز نیست. همگن یعنی هم سنخ، همکار. خب وقتی حکومت ایدئولوژیک سر کاره، اون یک تشکل که مجاز وجود داشته باشه میشه تشکل حکومتی. شکی نیست. و بنابراین اون آیین‌نامه قانونی که براتون خوندم یا آیین‌نامه فاشیستی میشه که همه چی رو یک پارچه زیر چتر حکومت میخواد و از دوره هیتلر تا حالا جهان با این طرز حکومت مبارزه کرده. حالا به هر حال وقتی همچین قانونی میان میذارن، این قانون وجود داره، زندگی رو که نمیشه تعطیل کرد. باید راه دور زدن اون قانون رو پیدا کرد. شورای صنفی ها رو میبینیم که خب یک شورا وجود داره. یعنی در هر واحد صنفی یک دونه میشه ایجاد کرد. نمیشه شما هم شورا رو داشته باشی، شورای اسلامی کار هست. خب نمیتونیم بگیم من میخوام سندیکا درست کنم. این مسائلی که با شرکت واحد و کارکنان شرکت واحد اینا پیش میاد، مثلا این بود که اونا میخواستن سندیکا داشته باشند. در این مورد خب این یه قانونی است، قانونم باید به هر حال مصوبه مجلس هست، ولی من خاطرم هست در دوران اصلاحات ما واسه اینکه این مشکل به گونه‌ای حل بشه می اومدیم یک زیر مجموعه هایی رو تعریف می کردیم و می گفتیم خب شما هم برید اون صنف‌ها رو درست کنید. مثلا انجمن روزنامه‌نگاران زن، جایی که خانم جمیله کدیور مثلا بود، انجمن عکاس‌ها، انجمن گرافیست‌ها، یعنی زیر مجموعه های از اینها رو براشون چیکار میکردیم؟ تلاش میکردیم. یه تشویق، ما که نقشی نداشتیم، ولی چون که نگاه ما بر نهادسازی بود و دنبال این بودیم که صنوف مختلف جایگاه خودشون رو داشته باشن و ما که در وزارت ارشاد بودیم خب طبیعتاً در بخش مطبوعات فعالیت میکردیم، سعی میکردیم که با روزنامه‌نگاران، چون که خودمون هم جزوش بودیم و فکر میکردیم خب امروز ما این بر میز هستیم، فردا میریم اون بر میز و اگر کاری رو بکنیم به نفع خودمون انجام میدیم، خب سعی میکردیم این نقص قانون رو خب کنار بذاریم. طبیعی است که در یک جای یه جمعی که با همدیگه همخوان نیستن ما نمیتونیم بگیم خب شما حتما باید در یک این نهاد بذارید. مشکل ایجاد میشه. ما باید اجازه بدیم هر با اسم‌های مختلف انجام. شما در دانشگاه می‌بینید همین مسئله است. انجمن اسلامی باید شکل بشه، جمعیت‌های دیگری شکل بگیرن. این در واقع یک رویکرد کلی بود که از ابتدای انقلاب فراهم شد. در همه جا هم خودش رو نشون میداد. در واحدهای کار، شورای اسلامی کار یک دونه بیشتر نمیتونه باشه، یه جمع دیگری نمیتونه شکل بگیره، در صورتی که خب اینها باید گسترش پیدا میکرد و اونجا چون که قانون محدودیت ایجاد میشه ما راه حل های دیگری رو واسش پیدا میکردیم. همونطور که گفتم این نهادها شکل گرفتن، فعال هستن و به گونه‌ای کار میکنن. اینکه مشکل حکومت جمهوری اسلامی با تشکل‌های مدنی صرفاً مستقل بودن اینها و حکومتی نبودن اینها شکی نیست. بارها تو همین برنامه نمونه‌های روشنش رو دیدیم. همه فعالان مدنی در ایران مشکلشون همینه که حکومت درک امنیتی داره از فعالیت مدنی و این درک امنیتی در مورد تشکل مشخص انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران
تمرکزش رو میذاره رو افرادی که عضو این انجمنن یا عضو هیئت مدیره این انجمنن. کیا میتونن عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بشن؟ آیا فیلتر ایدئولوژیک یا سیاسی هست در عضوگیری؟ یعنی مثلا فقط روزنامه‌نگارای اصلاح طلب میتونن عضو بشن، یا مثلا روزنامه‌نگارایی که تو نشریه‌های تابلوی مثل کیهان و رسالت و قدس مثلا کار میکنن یا کار کردن نمیتونن عضو بشن که اجهی میگه با این افرادی که الان هستن نمیشه انجمن دوباره فعال بشه؟ در واقع یک سری شرایط وجود داره که فعالیت روزنامه‌نگار رو باید مشخص بشه که روزنامه‌نگار هست، سابقه هست. و واسه این که این مسئله راحت‌تر بشه، مثلا اگر اشتباه نکنم من الان دیگه خیلی از اون نکات ریزش دور هستم، چند سالم زندان بودم، 3 سال بعد سابقه روزنامه‌نگاری داشته باشه. ولی برای افراد این اجازه رو میده که اینها بیان قبل از اینکه عضو اصلی بشن به یک نوع به حالت دیگری عضویتش رو برسن تا به اون نقطه برسن که سابقه لازم رو برای عضو. نه هیچ مشکلی در واقع برای اینکه از هر گروه و قشر کسی که روزنامه نگار باشه، اصلا نگاه سیاسی، گفتم یک نهاد صنفی هست. چون که نهاد صنفی هست، شغل روزنامه نگاری اصل هست برای اینکه بتونن در این تشکل به عضویت بیان. اتفاقا حساسیت سر اینجاست که نمیتونن این فیلترها رو، یا نتونستن تا کنون بذارن و همه میتونستن عضو بشن و بعد هم بیان از این امکاناتش استفاده کنن. مثلا دانشگاه برن، سطح کاری خودشون ارتقا ببخشن، همون مسئله که اشاره کردم، خونه‌ای بتونن تهیه بکنن، زمینی تهیه بکنن و این کارها خب باعث میشه که اینها در واقع قدرت جمعیشون بالا بره. یا اینکه اگر مشکلی مثلا با کارفرما پیدا کردن، در ابتدا با کارفرما اینا برن به صورت جمعی صحبت بکنن، یا اگر شکایتی شد حمایت بکنن. اینها خب در جایی که بعضی از این کارفرما حکومت و دولت تلقی میشن خوب نیست براشون، چون که به اینها قدرت میده و به این دلیل خب باش برخورد میکنن. ولی برای اینکه در انجمن کسی عضو بشه، غیر از ضوابط صنفی چیز دیگری اعمال محدودیت تا حالا نمی‌کرد. خب این روند دموکراتیک اداره یک تشکل صنفی باعث میشه که هر کی رأی بیشتر بیاره بشه عضو هیئت مدیره. ولی چون این چیزی واقعاً چقدر در جمهوری اسلامی سابقه داره؟ بانیان و هیئت مؤسس، هیئت در واقع اعضای روزنامه‌های کثیرالانتشار بودن، از جمله کیهان، رسالت، قدس و جریان اونها. ولی حساسیت وقتی بود که در انتخابات خب همونطور که جامعه 80%ش رأی داده بودن به آقای خاتمی، خب اون تفکر در جاهای دیگه هم حاکم بود و روزنامه‌نگارانی که قبلا مورد در واقع خشم بودن اونها رو کنار گذاشتن و طبیعی بود که در واقع در یک دولت جدید و دولت آقای احمدی نژاد تمام تلاش بر این بود که این جریان رو حذف کنه. ولی همونطور که در انتخابات در واقع نمیتونست آرای لازم رو بیاره که مجبور شد که به یک نوع روش خاص و انتخابات مهندسی شده پیش بره، در اینجا هم سعی میکرد که این رو منحل بکنه و از طریق وزارت اطلاعاتش این اقدام رو انجام داد و شروع کرد نهادهای موازی رو شکل دادن، اونها رو پیش بردن و امکانات در اختیارشون گذاشتن. از جمله نهادهای موازی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، یه تشکل کاملا ایدئولوژیک با معیارهای حکومتی. امکان نداره بذارن روزنامه‌نگاری که واقعا میخوان از حق حیات روزنامه‌نگار، از حق حرفه خودشون دفاع بکنن، عضو این انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان بشن. اصولا تو هیچ تشکل حکومتی نمیذارن آدمای مستقل عضو بشن. دلیلش هم طبیعی است و بدیهی، میترسن که این آدمای مستقل برن اکثریت رو بگیرن تو اون تشکل و مسیر اون محفل حکومتی رو در واقع به سمت یه تشکل صنفی سوق بدن. حالا این انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان رو که عرض کردم خدمتتون، نه اینکه واقعا یه تشکل فراگیر فعال مهمی باشه، عملاً فعالیتی نداره، ولی به هر حال تجربه
قابل مکسی است حتی درباره همین تشکل. اتفاقا من در همون زمانی که این شکل می گرفت به شوخی به این دوستان می گفتم خب ما هم روزنامه نگاریم هم مسلمان، اجازه بدید ما هم عضو شما بشیم. در اون محفل هم طبیعی است که بخوان منافع صنفی خودشون و یا گروهی خودشون رو شکل بدن و اجازه نمیدن افراد دیگه ورود بشه. آسیب شناسی. شاید بعضی ها دوست دارن که یک نهاد دیگری رو شکل بدن. در اون نهاد به دلیل قوانینی که گذاشتن، استعلام هایی که گذاشتن، بسیاری رو بخوان رد صلاحیت بکنن. الان نمیتونن بیان بگن که این عضو باشه که چه کسی عضو باشه چه کسی نباشه. در اونجای فیلتر میذارن و این فیلترها در واقع بعضی ها رو میان، همونطور که ما مثلا میبینیم در روحانیت میان خلع لباس میکنن، در نظامی ها میان در خلع درجه میکنن، در اینجا میگن خلع روزنامه‌نگار. این روزنامه‌نگار نیست. به این دلایل یک سری قوانین رو میذارن، یک سری مقرراتی رو میذارن، بعد اون موقع میگه خب به این دلایل این فرد نمیتونه روزنامه‌نگار بگید. مثلا به این دلیل که در خودشون میان ممنوع کارش میکنن، ممنوع قلمش میکنن، میگه خب مثلا در 5 سال گذشته بگید در کجا کار کرده، در حالی که روزنامه‌نگار اصلا مکانی لازم نیست کار بکنه، ولی تعریف‌هایی میذارن که اینا رو جلو میگیره. خب حالا اگه این نقشه حکومت کاملا عملی بشه، روزنامه‌نگارا چه میکنن؟ آیا تو عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات بازم این شیوه ها میتونه از همگرایی مخصوصا روزنامه‌نگارا جلوگیری کنه که مستقیما با ابزار ارتباطات سر و کار دارن؟ ما شاهد این مسئله هستیم که روزنامه‌نگاران ما در فضای مجازی، در شرایط پیشرفت فناوری‌ها، اینها در کنار همدیگه هستند. شما شاهد هستید وقتی یک مسئله‌ای برای یک روزنامه‌نگار پیش میاد، یک نامه‌های جمعی امضا میشه. خب این در واقع یک نوع تشکل هست. تشکلی که این افراد رو کنار همدیگه قرار میده برای حمایت از همصنفی خودشون، برای جلوگیری از نقض قانون، برای زیر پا گذاشتن حقوق بشر و برای در واقع نادیده گرفتن اصول مردم سالارانه و به ویژه فصل 3 قانون اساسی که در جهت منافع مردم هست و صنوف هست و اقشار مختلف، از اونها بتونن استفاده بکنن. نامه‌های جمعی می‌نویسن، فعالیت‌های فردی می‌کنن، کارهای هماهنگ می‌کنن و طبیعتاً هر چقدر ما رو به جلو بریم، فناوری پیشرفت بشه، ارتباط‌ها نزدیکتر میشه و این همگرایی‌ها به گونه‌ای شکل می‌گیره. و به این دلیل هست که شما می‌دفعه می‌بینیم باز در هر مقطعی به صورت دوره‌ای میان یه برخوردی میشه، یه تعدادی رو میگیرن، یه بهانه‌ای میذارن، به این میگن جاسوس، به اون میگن فلان کار کرده، که این تشکل‌ها رو در واقع به هم بزنن، این ارتباط‌ها رو تعیین بکنن، علیه افراد اعمال فشار میکنن. ولی خب این حرکت رو به جلو، من اون رو خوشبین هستم بهش و رو به جلو میرم. خب پیش از خداحافظی خبر بدم بهتون. انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران، یعنی فراگیرترین تشکل روزنامه‌نگاران جهان، یه نشست منطقه‌ای برگزار کرد چند روز پیش در کازابلانکای مراکش از 6 تا 8 آبان ماه که نماینده‌های 18 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از کشورهای عرب و شرق میانه تو شرکت داشتن. بیانیه‌ای در پایان نشست دادن و توی این بیانیه از خواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای بازگشایی دفترش حمایت کردند، آزادی روزنامه‌نگاران زندانی رو خواستن در ایران و از حکومت جمهوری اسلامی خواستن که رو این دو موضوع مشخص اقدامات لازم رو انجام بده. فیسبوک برنامه جامعه مدنی facebook.com/VOA مدنی و ایمیل ما جامعه مدنی @voanews.com. شب و روز بخیر. سینمای ایران و جهان در برنامه اکران، شنبه‌ها ساعت 8 شب به وقت ایران.